من تو پارادایم پول و ثروت یه سوالی کردم. گفتم آب اگه تو 100 درجه تو آمول به جوش میاد، تو نیویورک هم به جوش میاد؟ اینو فقط آقای زیتلمن و کتاب The Millionaire Next Door و این محققین جدید دانشگاه هاروارد نگفتن که پولدارا قوانین دارن. از زمان فراماسونری، یعنی برمیگرده به حدود 2-3 هزار سال پیش، حتی زمان مصر باستان. ما میدونیم که یک گروهی بودند که بسیار بسیار پولدار و ثروتمند بودند. این یک محصول رایگان آموزشی است. هدیه مؤسسه MIT به شما که برای مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی ما به صورت رایگان عرضه می شود. امیدواریم که لذت ببرید و استفاده کنید. این قوانین باعث میشه که ما هدایت میشیم و عمل میکنیم. خب ما توی زیست شناسی قوانین ژنتیک رو داریم. توی شیمی مگه قوانین نداریم؟ ما جدول مندلیف رو داشتیم دیگه. تو فیزیک قوانین نیوتنی رو داریم. تو پول و ثروت هم ما قانون داریم که اگه پارادایممون یه شکل خاصی بشه، نتیجهش همون بشه. من تو پارادایم پول و ثروت یه سوالی کردم. گفتم آب اگه تو 100 درجه تو آمول به جوش میاد، تو نیویورک هم به جوش میاد؟ گفتیم بله. متوجه میشین بحث کلاس چیه؟ حالا خوب گوش کن، یه توضیح براتون بدم. اینو فقط آقای زیتلمن و کتاب The Millionaire Next Door و این محققین جدید دانشگاه هاروارد نگفتن که پولدارا قوانین دارن. از زمان فراماسونری، یعنی برمیگرده به حدود 2-3 هزار سال پیش، حتی زمان مصر باستان. ما میدونیم که یک گروهی بودند که بسیار بسیار پولدار و ثروتمند بودند. این گروه ثروت متمایزی از جامعه داشتند. تقریباً 2 تا 3 هزار سال گذشته ما میدونیم که یک گروهی بودن که 3% تا 5% تو همه جوامع، 3% تا 5% جامعه، 3% تا 5% جامعه، بیش از 95% پول جامعه دستشونه. یه سوالی بپرسم تو این کلاس ازتون، دلم میخواد با دستهای فیزیکیتون، نه اینکه رو کامپیوتر بزنید، شماها به من جواب بدید. چند نفر شما سرمایه‌اش بالای $500,000 دستش بره بالا؟ اونایی که مثل من سرمایه‌شون بیشتر از $500,000 دستش بره بالا. خب چند نفر اینجا سرمایه‌اش بالای $1,000,000؟ مرسی. چند نفر سرمایه‌اش بالای $10,000,000؟ ببین ما الان نزدیک 300 نفریم. چند نفر بزنید روی کامپیوتر من ببینم دستتون رو. چند نفر مثل من سرمایه‌اش بالای 50 میلیون یوروه؟ من تنها نفر این گروه هم نه؟ یه سوال، آیا کسی تو خودتون اطرافتون بالای 100 میلیون یورو داره؟ میبینید؟ کمتر از 5% جامعه تو الان این همه آدم اینجا نشستیم ولی پول بیشتر دست منه. چرا؟ من دزدم؟ ممکنه. اکثر شما فکر میکنید پولدارا دزدن. من کلاهبردارم؟ ممکنه. اکثر شما فکر میکنید پولدارا کلاهبردارن. ولی بذارید یه چیزی بهتون بگم، پولدارا نه دزدن نه کلاهبردارن. اون قانون یاد میگیرن. چند سال پیش من توی وبینار قبلی برای بچه‌ها تعریف کردم. من وقتی میخواستم ازدواج بکنم، شرایط مالیم خیلی دیگه تازه خوب شده بود. تونستم که با قرض و قوله خونه بخرم. حالا قبل اینکه بگم خونه کجا بود، خب ما نمیتونیم خونه بزرگ بخریم. تصمیم گرفتیم یه خونه توی نقطه خیلی معمولی شهر زیر 50-60 متر بخریم. جای مختلف گشتیم ولی خونه خوبی پیدا با اون پول ما پیدا نمیشد. در نهایت ما تصمیم گرفتیم یه خونه 59 متری پیدا کردیم تو بولوار فردوس توی سازمان برنامه. اول کسا اکباتان که پولمون نمیرسید، شهرک اکباتان. اونم من رفتم بخرم، گفتن وام بدید، ندن. 650,000 تومان کم آوردم. خیلی پدر خانم مادر خانم هم اصرار داشتن ما خونه بخریم برای ازدواج. من زنگ زدم به مادر خانمم، گفتم که من میدونم به شما قول دادم که برای
اول زندگی خونه بخرم، ولی من واقعا 650 تومان کم دارم. اونا گفتن ما بهتون کمک میکنیم. یعنی مادر خانم من گفت امیر جان من این 600,000 تومان رو بهتون میدم. گفتم به جاش جهیزیه کمتر بدید ما آروم جهاز جمع. بعدم بیچاره برای جهیزیه هم کمک کردن. واقعا نداشتیم. بعد اون خونه‌ای که دارم بهتون میگم با این بدبختی و خجالت، یعنی واقعا اونایی که تو شما این شرایط رو داشتین میدونین که آدم چقدر وقتی میخواد یک کسی عزیزی قرض بگیره احساس اونم تو اول جوونی غرورش میشکنه. خب من پدر مادرم جدا شده بودن. من حتی خرج تحصیلم هم خودم دادم. من از 17 سالگی 18 سالگی کار میکردم. بذار یه ذره در مورد خودم بهتون بگم. من تو دانشگاه که بعد از اینکه از سربازی اومدم و داشتم تو مدت سربازی داشتم درس می‌خوندم، با یکی از بچه‌ها آشنا شدم. منو با دکتر شریعتی آشنا کرد. دکتر علی شریعتی شد الگوی زندگی من. خیلی دکتر شریعتی قلم قوی داره. منم مذهبی بودم، شد الگو. تو اونایی که اهل مطالعه اید حتما نگاهی به کتاب‌های دکتر شریعتی انداختید. تا هم میگیم دکتر شریعتی همین میگن فاطمه است. ضعیف‌ترین کتاب دکتر فاطمه است. حسین وارث آدم یا پس از شهادت. کسایی که گوش کردن میدونن اصلا شما کافی اعتقاد به امام حسین داشته باشید و یه بار پس از شهادت رو گوش کنید دیوانه شریعتی میشید. منم جوون افتادم تو خطش. دکتر شریعتی در واقع اسلام رو بهش رنگ سوسیالیسم میداد. به شما میگفت اسلام به این دلیل منطقیه و بعد به شما میگفت اسلام یک گونه ای از سوسیالیسم پیشرفته است. یعنی چی؟ یعنی من یه فریز فکرا گرفته بودم از دکتر شریعتی و مثل اون فکر کردم. روزی که من می‌خواستم خونه بخرم واقعا فشار مالی روم بود. یه ماشین تصادفی داشتم که تا کمر جمع شده بود، پژو 405 بود. تازه اینا بعدی بود که من شاید اول دانشگاه حقوق شدم، وکیل شدم، جد و آبادم اومد جلوی چشم، من تونستم یه چنین چیزی بخرم. چون خواستم خیلی سالم زندگی کنم. و اعتقادم داشتم، باور داشتم که وقتی می‌خوای سالم زندگی کنی نمی‌تونی پولدار شی. گفتم آقا هر جا کاخی درست میشه کوخی خرد میشه. راجع به همین جمله که از حضرت علی نقل میشه من صحبت میکنم تو این وبینار. خونه برای اینکه میخواستیم مثلا 50 تا 60 متر باشه شد طبقه 4. خب آسانسور که نداشت. ما 1 سال از ازدواجمون بچه دار شدیم. 1 سال نیم 2 سال بعد میرسیدیم خونه مثلا مانی خواب بود، مهمونی بودیم ساعت 12 شب. من بعد بچه رو میگرفتم بغلم یا ورنوشه میگه بغلش 4 طبقه میرفتیم بالا. پرمون در میومد. مثلا تا به سونا خیس عرق می‌شدیم. خیلی موقع خرید داشتیم نمی‌رفتیم خرید برای اینکه این 4 طبقه رو مجبور داشتیم بریم بالا بیایم پایین. بعد یارو توی جایی که جای 3 تا ماشین بود 5 تا پارکینگ داده بود. من یادم نمیره که همیشه سر پارکینگ دعوا داشتیم. ما همیشه سر پارکینگ دعوا داشتیم. مثلا فکر کنم من یه دورم انگلیس قبلش درس خونده بودم. خب فرهنگ اروپایی و غربی دیده بودم. اومدم اینجا مثلا یارو در خونه دیدی بعضی از اینایی که میان در خونه‌شون کفش میذارن همسایه‌ها. خب ما طبقه 4 داشتیم همه رو هم می‌دیدیم. وای من خونمو می‌خورد. خدا یارو کفششو، کالسکه بچه‌شو، چه میدونم پوشک بچه مثلا که از یه بار یادم نمیره یه همسایه داشتیم طبقه 2 بود. همیشه با هم دعوا می‌کردن. پوشک بچه رو داشت تو نایلون درشو نبست. تمام این راهرو بوی عطر بچه گرفته بود. خب بگو پدر جان می‌بستی این درشو حداقل. فکر کن تو چه شرایط؟ تو این شرایط. حالا الان کاری با خونه‌ای که الان توی زندگی میکنم ندارم. تو خونه الانم یه ویلاییه که طبقه بالا تا پایین رو با آسانسور میریم. یعنی تو خود خونم آسانسور دارم. الان دیگه مازراتی و بی ام دبلیو و چندم تسلا ایکس رو میبینید بعضی موقع شرایط اتومبیل‌های منو. خب چه اتفاقی افتاد تو این 10 سال، 12 سال، 15 سال؟ چی شد که یه دفعه اینقدر تغییر ایجاد شد؟ اگر الگوی فکریتون تغییر بکنه لازم نیست دزدی کنید. اصلا همه این حرفا چرت و پرته. یعنی یه چیزی براتون میخوام بگم و نمیدونم که بگم یا نگم، ولی یک دستی در جامعه که اونم خود پولدارا نیستن ها، یک دستی در جامعه به طرز عجیبی داره تبلیغ میکنه که اگر شما میخواین پولدار بشین باید از خدا بگذرید، باید از انسانیت بگذرید. اونا نمیخوان شما پولدار شین، اصلا به شما میل و انگیزه واقعی پولدار شدن نمیدن و بزرگترین نکته‌ای هم که به شما تلقین میکنن و تزریق میکنن اینه که اصلا تو نمیتونی پولدار شی، تو اصلا امکان پولدار شدن نداری. من امروز تو این کلاس داره ریکورد میشه، به شما تضمین میدم 5 سال تاش هیچ پولی هم نمیخوام بابتش. این کلاس هم که میدونید چجوریه. اگر شما تو کلاس من شرکت کرد آثار دیدید بعد ادامه بدید.
اگر آثار ندیدین، هر کسی که 5 جلسه رو تو کلاس کامل شرکت کرد بیاد پولشو پس بگیره. 3 روز بعد از وبینار وقت دارید، بیاد پولتون رو پس بگیرید. من چرا اصلا پول گذاشتم؟ شما وقتی پول میدید میاد سر کلاس میشینید، نظم و رعایت میکنید، میخواین پولتون نپره. اصلا چرا میگم بعد 5 جلسه رو بشینید؟ من به این 900,000 تومان شما احتیاج ندارم که. این شما رو قانونمندتون میکنه. من به خدا گفتم تو هدایتم کن. خدا تو قرآن جمله‌ای داره میگه من بر خودم واجب کردم بنده هامو هدایت کنم، ولی کسی که هدایت رو بخواد. من اون روز به خدا میرفتم، یادم نمیره یه موقعی مثلا دعوام شد که میرفتم تدریس خصوصی، یارو پولمونم نمیداد، بعد زورش هم زیاد بود، مثلا آشنا ماشنا داشت، هیچ وقت یادم نمیره. تو راه که برمیگشتم، حالا بعدن که یه ذره وضعمون بهتر شد، یه ال90 خریده بودیم، بعد من تو رو گریه میکردم، واقعا با خدا حرف زدم اشکم میگیره. گفتم اگه یه روزی من وضعم خوب شه به هر کی بتونم کمک میکنم. من اینجا دست نمیکنم تو جیبم به شما یه تومن دادید 10 میلیون بدم، ولی به شما یاد میدم که چجوری میتونید اوضاع مالیتون خوب بشه. من به شما یاد میدم که چجوری ماهی بگیرید به جای که بهتون یه ماهی بدم. دیگه ببینید، اگر شما بدونید روش فکری پولدارا چیه، رازش اینه، نه اینکه فکر کنید من الان رازش رو بهتون نمیگم. شما باید بدونید روش فکری پولدارا چیه. حالا دونستین پولدار میشید؟ نه. پس چی شد؟ نه. شما باید روش فکری پولدارا رو یاد بگیرید. 10 تا 15 تا الگوی فکری داریم، رفتاره. خب انقدر اینا رو تکرار بکنید که تبدیل بشه به عادت ذهنیتون. ما یه همکاری داریم به اسم خانم ستوده، فکر کنم الان اینجا هستن. ایشون تو بخش موفقیت با خیلی از شماها شاید در ارتباط بشه. چند روز پیش تو کانال VIP Wealth یه سوالی پرسید. گفت آقا من الان اهدافمو نوشتم، دارم شبیه دکتر ملک پورم فکر میکنم، ولی چرا من پولدار نشدم؟ همکار خودمونا. میدونین چرا؟ شما باید یه فکر رو انقدر تکرار کنید تبدیل به عادت فکری بشه، تبدیل به پارادایم بشه. پارادایم اتوماتیکه، تو شما اتوماتیک اثر میکنه. مثالش، بهترین مثال، من خیلی راجع به مثالش فکر کردم. آلبرت اینشتین یه جمله‌ای داره میگه مثال زدن یکی از راه‌های تدریس نیست، تنها راه تدریسه. من سعی میکنم با مثال براتون جا بندازم. شما بهترین مثالش اینه، شما وقتی سوار ماشین میشید کدوماتون رانندگی بلدین؟ دستاتون بره بالا. رانندگی کیا بلدن؟ مرسی. کدومتون حداقل 5 سال به بالاست که رانندگی کردین و واقعا رانندگی میکنید؟ نه اینکه فقط گواهی نامه داشته باشید. مرسی. خیلیاتون. خب یه سوال ازتون دارم. شما دارید موبایل حرف میزنید، از خونه‌تون راه میفتید، مثلا میخواید برید خونه دوستتون یا سر کارتون. انصافا چقدر فکر میکنید که راهنما بزنید، کجا بپیچین؟ اصلا فکر میکنید؟ شما موبایل حرف میزنید، تو راه داری میزنید، اصلا یادت نیست که کجا چی کار کردی. اتوماتیک داری کار میکنی. انقدر روزای اول یادته کلاج میگرفتیم خاموش میکردیم. الان اصلا فکر نمیکنی کلاج پاد بلند میکنی، ایزی پیزی راه میافتی. گوش کن. اگر من به شما یاد بدم که مدل فکری پولدارا چیه و بعد تو یک سره تکرار کنی و مدام این حرفا رو پیش خودت تکرار کنی، اینقدر تکرار کنی که مثل رانندگی تو وجودت بشه. چند روز پیش ما توی مهمونی بودیم، یه بنده خدای برگشت گفتش که الان که جنگ شده، من با دوستم صحبت میکردم، گفتش که اصلا اقتصاد ایران نابوده. من یه نگاهش کردم، گفت اصلا دیگه کسی پول نداره. دید من نگاه، گفت عمدن میگفت که از من بشنوه، چون شما وقتی اوضاع مالیتون خوب میشه در مرکز توجه قرار میگیرید. آدما میخوان ببین، یه جمله حضرت علی، اینو بهتون بگم ببینید این جمله با اون جمله که یه دقیقه پیش گفتم میخوام راجعش حرف بزنم چقدر فرق داره. حضرت علی به پسرش امام حسن یه نامه نوشته، اسم نامش هست در نکوهش فقر، یعنی در مذمت فقر، یعنی در بدی فقر. بعد یه جمله به امام حسن میگه سعی کن پولدار شی. چرا؟ حضرت علی که میدونید جزو ثروتمندترین مردان زمان خودش بود، مقایسه میکنم مثل راکفلر بوده. چون من راجع به پولدارا کار تحقیقی کردم، یکی از پولدارترین های امریکا که واقعا ثروتش بی‌نظیر بوده راکفلره، که من تو این کلاس در موردش حرف میزنم. شما هیچ وقت نرفتید بخونینش، من کامل مصاحبه هاشم گوش کردم. علی ابن ابی طالب از راکفلر پولدارتر بوده. همونی که ازش نقل میکنن کاخ درست شده کوه خرد شده ها، کاخهای فراوان داشته.
بیشترین مقدار نخلستان در عربستان مال علی بوده و علی به پسرش نامه داره. تو نهج البلاغه نگاه کنید، میگه که پسرم یا بنیه، ای پسر من پولدار شو، برای که وقتی فقیر هستی الفقیر و حقیر، فقیر حقیره، پسته، کوچکه. میگه وقتی تو فقیری حرف که میزنی حرفت بی ارزش جلوه میکنه. دیدین پولدار حرف میزنه همه به به چهچه میکنن، ولی آدم فقیر حرف میزنه هیچ که به حرفش اهمیت نمیده. شاید حرف درست بزنم، میگن چی دیوونه است. ما یه آقایی داشتیم توی محلمون تو نوا، خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی حرفای قشنگ، شاید تو آمریکا هم درس خونده بود، ولی خیلی وضع مالیش خراب بود و ژنده پوش بود و خیابونا میگشت، چوب دستی داشت میرفت روزا کوه و برمیگشت. بهش میگفتن محسن دیوونه. این محسن دیوونه فوق لیسانس مهندسی داشتش، از یا دکترا داشتش، از دکتر مهندس بود از آمریکا، دیگه نمیدونم فوق لیسانس دکترش، ولی چون وضع مالیش خوب نبود گفتم محسن دیوونه. خیلی حرفای خوبی میزنه. ولی چه بهتون گفتم، من تو مرکز توجه تو مهمونی بودم، بعد اون آقا گفتش که آره اینجوریه، می‌خواست ببینه من چی میگم، منم هیچی نگفتم. بعد دیگه نتونست خودش کنترل کنه، گفت شما چی فکر می‌کنی؟ گفتم من با این حرف کاملا مخالفم. RAS مغز بحثش تو دانشگاه استنفورد اثبات شده. دیگه الان ما میدونیم RAS چجوری کار میکنه، Reticular Activating System. هر کی این سیستم رو به کار بگیره پولدار میشه. من به شما توی 3 تا استپ میگم چیکار کنید ثروتمند شید. 1. مدل فکری آدم پولدارا رو یاد بگیرید. 2. اینقدر تکرارش کنید که تبدیل به پارادایم بشه، عادت فکری بشه، الگو بشه. 3. به محض دریافت نتایج رو تایید کنید، نتایج رو تأکید کنید.